صحبت امروز از یک موضوع بسیار مهم است. صحبت امروز از گناهی است که از جمله گناهان کبیره است، گناه بسیار بزرگ، معصیت بسیار عظیم نزد الله سبحانه و تعالی. شاید مبالغه نباشد اگر بگویم که 99% مسلمانان در این گناه گرفتارند و شاید هم از 10,000 نفر 1 نفر اگر نجات پیدا بکند. دیگران همه گرفتارند به این گناه. بلکه بشنو از این هم گذشته، این گناهی است که نماز نمیتواند برایش کفاره باشد، روزه نمیتواند برای این گناه کفاره باشد، صدقات نمیتواند برای این گناه کفاره باشد. این گناه کبیره نیکیهای شما را از بین میبرد. شب معراج پیامبر گروهی را دیدن که با ناخنهای فلزیشان صورتهایشان را و شکمشان را میخراشیدند. عرض کرد یا جبرئیل اینها کیها هستند؟ فرمود یا رسول الله اینها کسانی هستند که گوشت مردم را میخوردن و آبروی مردم را میبردن. یا رسول الله، غیبت، سخنچینی، تحقیر، توهین، گناه که بسیاری از مردم هیچ ارزشی برای آن قائل نیست. پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرمودند اتدرون ما الغیبه؟ صحابه آیا شما میدانین غیبت چه چیزی را میگویند؟ فرمودند قالوا الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بهتر میداند یا رسول الله. قال ذکرک اخاک بما یکره، این که برادرت را با صفاتی یاد بکنید که او خوشش نمی آید. در غیاب برادر مسلمانت چیزی در مورد او میگویید که پیش رویش اگر بگویید او خوشش نمی آید. اینا میگویند غیبت. عرض کردن قیل ارأیت ان کان فی اخی ما اقول یا رسول الله، اگر آنچه که ما میگوییم راست باشد، آن صفت و آن خصلت در برادر مسلمان ما باشد، آیا باز هم غیبت گفته می شود؟ فرمودند ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته، اگر آنچه که تو میگویید در برادر مسلمانت باشد پس این غیبت است، همین غیبت است، همه که تو راست میگویید همین غیبت است. و ان لم یکن فیه فقد بهته، اگر آنچه که میگویید در برادر مسلمانت نباشد بهتان بسته کردید بر بالای او، همین غیبت است، همه که تو راست میگویید همین غیبت است. در غیاب کسی میگویید فلانی بسیار زبان باز است، ماشاءالله مشایخ ما ایره میگویند، ملاها ایره میگویند، علما ایره میگویند، صوفیا ایره میگویند. صوفی بزرگوار تقوا این نیست که بگویید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. زبانت را حفاظت کن صوفی، حاجی صاحب، ملا صاحب. سبحان الله. در غیاب کسی میگوید فلانی بسیار زبان باز است، این غیبت است. فلانی گشنه آدم است، این غیبت است. فلانی قد کوتاه است، این غیبت است. فلانی قد بلند است، این غیبت است. فلانی بسیار انسان نافهم و جاهل و نادان است، این غیبت است، گناه کبیره است. این نماز جمعه را که الان خواندید ایرا تباه کردید، ایرا از دست دادید با همین یک کلمه که گفتید فلانی آدم نافهم است، فلانی نمیداند. همین نماز جمعه‌ای که آمده اید به یک امیدی و ایرا خوانده اید، والله العظیم ایرا از دست دادید و تباه کردید. هیچ چیزی دیگه برای تو باقی نمانده است. فلانی بخیل است. زنها وقتی که غیبت میکنن از همسایه هایشان بعد میگوین گم کن که فلان خانواده بسیار مردمای بخیل هستند، این غیبت است. خانهشان مردار است، هیچ نظافت را مراعات نمیکنند، این بچه‌هایشان بسیار چشم گشنه هستند، این غیبت است، حرام است، کبیره است نزد الله سبحانه و تعالی، گناه بسیار بسیار بزرگ است. مادر من حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روزی در محضر رسول الله در مورد حضرت صفیه فقط یک اشاره کردن، گفتن حضرت صفیه قد کوتاه است یا رسول الله. اینطور کردن، گفتی یا رسول الله. پیامبر فرمود مه یا عایشه، مه عایشه چی میگویید؟ رها کن این سخن را، ترک کن این سخن را، نگو عایشه این سخن را نگو. فرمودن لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته،
عایشه تو سخنی را گفتی اگر با آب دریا یک جای شود آب دریا را مردار می کند. غیبت تنها با زبان نیست، گاهی با اشاره هم شما غیبت می کنین. گاهی اوقات کسی از یک غسالی نقل قول می کرد زنی که مرده ها را می شست، از او خواسته بودند که این مرده را شستشو بدهد. زنی بود وفات کرده بود، قسم میخورد میگوید والله العظیم، این قصه واقعی است، میگوید والله العظیم وقتی که کمپل را از رویش دور کردم دیدم که این زن زبانش از دهنش برآمده بود، بر بالای زنخدانش افتاده بود. فریاد زدم گفتم الله اکبر. جستجو کردم بعد از دفن و تدفین، از دخترش پرسان کردم. دختر گفت که عمه جان مادرم هیچ دو نفری را نمیدید مگر اینکه آنها را به جنگ میانداخت. مادرم کنترل زبان خود را نداشت. الله قبل از روز قیامت در همین دنیا او را رسوا کرد. الله از این رسوایی نجات بدهد. مردی به سفیان ثوری رحمه الله گفت تا به حال من نشنیده ام که امام ابو حنیفه رحمه الله از کسی غیبت بکند. حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمودند امام ابو حنیفه هوشیارتر از آن است که نیکی های خود را به دیگران تقدیم بکند. تو به محض اینکه از دیگران غیبت میکنید تمام اعمالت را به دیگران تقدیم میکنید. امام بخاری رحمه الله میفرمایند از وقتی که به بلوغ رسیدم و بالغ شدم یادم نیست که از کسی من غیبت کرده باشم. بشنو ای موسفید عزیز، شیخ خالد میگوید هرگاه کسی نزد علامه شنقیطی رحمه الله غیبت میکرد میگفت من پیر شدم حسناتم و نیکیهایم بسیار اندک است، خواهش میکنم که ثوابهایم ما را به دیگران ندی. موسفید عزیز تو در مجلس نشستید و خوشحالی که گپ و شپ هست و ساعت تیر است و دیگران غیبت میکند و از او طرف در حساب بانکی دیگران که از او غیبت میشود نیکی های تو به او حواله است. هیچ چیز برای تو باقی نمیمونه. هیچ چیز برای تو باقی